در 14 سال پیش، زمانی که من در کنار اقیانوس اطلس قدم می زدم، ناگهان موج بسیار بزرگی من رو به وسط اقیانوس کشوند. خانواده و فامیل من اون زمان کنار من حضور نداشتند و در ابتدا که من زمین خوردم توسط اون موج یک شرایط خنده‌داری برای من داشت و من می‌خندیدم که چطور زمین افتادم. اما در عرض مدت کوتاهی ناگهان خودم رو وسط اقیانوس دیدم. این موج من رو از داخل به سمت درون دریا کشونده بود. مدتی مشغول مبارزه شدم تا بتونم دوباره به ساحل برگردم، ولی توان و قدرت من بسیار بسیار در مقابل اون دریا اندک بود و لحظه‌ای که احساس کردم هیچ گونه حالت دفاعی رو در خودم نمی بینم و تمام انرژی درون من تخلیه شده، ناگهان خودم رو خارج از بدنم دیدم. در یک لحظه که خودم رو خارج از بدنم دیدم به یاد خانواده و فرزندانم افتادم. گویا احساس می کردم که مرگ داره به من نزدیک میشه و من به زودی خواهم مرد. در اون لحظاتی که به فرزندانم فکر می کردم، با سرعت بی نهایتی فکر و ذهن من از شرایط زمینی گذر کرد. گویا که خانواده و فرزندانم در ابدیت حضور داشتند و کیلومترهای نوری از ذهن و اندیشه من دور شده بودند. در اون شرایط بود که من همچون یک جریان الکتریسیته، جریان بسیار زیبایی از نور طلایی رو پیرامون خودم دیدم. گویا کاملا در واقعیت دیگه‌ای حاضر شده بودم. تمام اطلاعاتی که از قبل در زندگی داشتم برام دور و گنگ شده بودند. شاید برای 1/100 ثانیه یک رؤوسی از زندگی گذشتم در جلوی نظر من اومد و علت وقایع برای من روشن شد. ولی اونطوری که سایر تجربه کنندگان تعریف می کنند، من همه زندگیم رو همچون یک سناریو ندیدم، بلکه فقط رؤوس چند مطلب رو دیدم و بعد خودم بودم و اون جریان الکتریسیته‌ای از عشق و زیبایی و اطمینان خاطر. در اون شرایطی که من بودم هیچ مطلبی از جنس ترس وجود نداشت. اون موردی که ما بر روی زمین از ترس و نگرانی و جنگیدن برای شرایط خاص زندگی رو میشناسیم به هیچ وجه اونجا وجود نداشت. من حضور یک جوهره‌ای رو کنار خودم حس می کردم، گرچه که نه صورتش رو دیدم و نه طرحی از اون رو تونستم متوجه بشم، ولی تمام اطراف من رو فرا گرفته بود به همراه اون جریان طلایی از نور و اطمینان خاطر. من کودکی بسیار بسیار سختی داشتم و خاطرم هست که تا 3-4 سالگی مدام به مادرم میگفتم که من میخوام به خونه برگردم. مادرم همیشه با تعجب منو نگاه میکرد و به من میگفت که تو توی خونه هستی، ولی من هرگز نمیتونستم بپذیرم. احساس میکردم از جایی اومدم که اونجا خونه من هست، نه اینجا در این شرایط سخت کودکی. من کودکی بسیار سختی رو پشت سر گذاشته بودم و همیشه احساس ترس و وحشت داشتم. اون حضور و اون جوهره روحانی که اطراف من بود گویا با صحبت تلپاتی تمام مدت به من میگفت تو دوباره در خونه هستی. در این شرایط بود که ناگهان خودم رو
دوباره در بدنم دیدم و افراد بسیار زیادی پیرامون من قرار گرفته بودند و سعی می‌کردند که من رو به هوش بیارن. میدونم که بسیاری از دانشمندان صحبت میکنن که این شرایط و این تجارب در اثر اختلال و یا افزایش هورمون‌ها در لحظات به خصوص زندگی هست. شاید بالانس دوپامین در بدن ما رو عنوان کنند. ولی من شرایط بسیار سختی رو در زندگی گذروندم. همچنین شرایط بسیار زیبایی رو گذروندم و قطعاً اون زمان ریلیز هورمون‌ها در من صورت گرفته بوده. ولی این خاطره تجربه مرگ تقریبی من چیزی نبود که برای ثانیه‌ای از ذهن من پاک بشه. با اینکه تمام خاطرات زیبا و یا خاطرات تلخ و ریلیز تمام هورمون‌ها برای ما مدت زمانی داره و بعد از زمانی ما اونها رو فراموش میکنیم. تجربه‌ای که من انجام دادم تمام زندگی من رو به صورت عظیمی دگرگون کرد.